برادر فرار نکنی که در دست من سلاح هست. تبریک میکنم کلاس، تبریک. هم غالب شرط شدی و هم صاحب ثواب شدی، اما شایسته جزای حجره هم شدی. حجره؟ بله، برای فراموش کردن دیوار برای جزای حجره بسیار خوب میباشد و هم دیوار محبس. با وعدت وفا نکردی. این خیلی نه، ما با وعده‌مان وفا کرده ایستادیم. در حجره کش پهلو کرده خواب میکنی و هم از کارهای محبس آزاد میشوی. همین طور نیست مدیر؟ بله گرفته برید. با وعدت وفا نکرده ایستاده ای. پهن شوید زودتر. من راه نشان ده. خانم زهرا، آقای چقدر اومدن؟ سلین، امروز یگان مجلس است مگر من بخبرم؟ برای انکشاف لایحه مهمانخانه با آقای چقدر مجلس داشتیم، فراموش کردی؟ مگر شرکت ما مهم است؟ زهرا جان، میدونی که این کار برای ما مهم است، باید تندرش رو به دست داریم. مالش ازم جیغزم بیاید. برای چقدر مجلس بهانه، دیداری تو غنیمت است. سلین التماس، من این سفسطه ها رو گپ زدن نمیخواهم. زهرا تینجی است، وقتهای آخر بسیار عصبی هستی. آیا خودت میدونی یا نه؟ حتی با من هم عصبی معامله میکنی. چی شد؟ چرا نمیگویی آخر بین ما سیر نبود؟ بابایم پیش از مردنش میخواهد مرا آیله دار کند. چی؟ این رو خیلی جدی گفت، بسیار جدی. چی خیلی؟ سرین التماس بین هر دوی ما بیماند. این رو باید یگان کس نفهمد. فهمیدی؟ مایلش لبه پجان که حاضر زود می آیم. تمام. چی شده زهرا؟ بابایم بیمار شده است، من باید زود روم. چی خیلی بیمار؟ از کجا دانم سلین؟ سلام. البته به فکر من آدم وقتی که بای و زیبا باشد بسیار کار کردن شرط نیست. آقای چقدر مجلس را با سلین و میموران میگذرانید. من باید روم، بابایم سخت بیمار شده است. فهمیدید مرا؟ اگر این طور باشد من تو رو میبرم. لازم نیست. جو شدی؟ کلاس؟ باز من فکر کردم که یگان سراغی یافته گریختی. خیلی خیز پیش درام. دیوانه خودت دیوانه. زود رو کرده. گوش کن، با پلیس بگوی که اینجا قرارگاه نیست، اینجا محبس می باشد.
سالهای مرا دستگیر کرده نتوانست و حاضر باشد قصد آن روزها را گرفته ایستاده است. لیکن من در اینجا بسیار نمی ایستم. کنان صحت شد و او حقیقت را میگوید. بچی من میبرایم. ببرایی. کمتر فشارش بلند شده است. این جای خواطری ندارد، لیکن نباید زیاد شود. دکتر آمده بود، حالا باشد استراحت کرده ایستاده است. حاله زهرا چی شد؟ برای چی دکتر آمد؟ بابایم ناراحت شد، برای همین آمد. البته ما خبر نداریم، از همش دیر خبردار میشویم. امید میکنم که چیزی مهم نیست. زهرا ایستا. مادر چی شده است؟ واهمه ای حله و زهرا فشاری باباش بلند شده است. دکتر رو فریاد کردم، گویا که این باری اول است. توبه کردم خدا. من فکر کردم که یگان چیز شده است. اینش رو هم ده. بابا جان چی شد با شما؟ مرا ترسوندید. خوب هستید؟ این خودش چی گپاله؟ رفته در همه جا آوازه کرده ای. نزدیک شد. وقتی رفتنم بابا جان التماس میکنم. بابا جان خدا نگاه دارد. این چی گپ است؟ التماس من نمیخواهم که شما چنین سخنها گویید. نترسید. من تا توی نبیرم رو نبینم از اینجا به یگان جا نمیروم. خیز چی گپ؟ چی شده است؟ باید گپ زنیم. چی میخواهی؟ من اون روز در حاجت خانه برای کار زدن تو آمده بودم. چی؟ کنون خواست که تو رو بکشم. برای چی؟ من رو از مرگ خلاص کردم. برای او یوری تجلی فریاد کردم. حالا وقت این سخنون نیست. من با کارهای کرده تو چیکار دارم؟ همین را بدان که کنون نیت کشتن تو را دارد. کنون تو را میکشد. تو در اینجا در خطر میباشی. امروز با من کشتن تو را امر کرد. پگاه با کسی دیگر امر میکند. برای کشتن من امر کردن او لازم نیست. نظر به بی‌عدالتانه سالهای طولانی در اینجا موندنم بمیرم بهتر میشه. برادر تو کبوتری مرا خلاص کردی. من این یاری تو را فراموش نخواهم کرد. این کاغذ رو بگیر. این چی است؟ این سراغه شخصی می باشد که برای به خارج فرار کردن شناسنامه تیار می کند. ساخته بودنش را تا حال یگان کس درک نکرده است. از نام علی کبوتر سلام بگو. همه کارت حل می شود. یک چاره داری. این هم باشد در خارج زندگی کردن است. من فکر نوبت دارا پریشان می کنم و تو باشی به دیوار می برایی. اگر مهارتی به دیوار برآوردن را می داشتم می دونی چه کار می کردم؟ 1 دقیقه در اینجا نمی ایستادم. ای خدا، من به سرم چی کارها رو بار کردم. الهی همش بخیر شد.
امشب تا سحر در حجت خونه بودم. احوالم بد شده است. داروهایی که به تو دادم سری وقت استعمال کن. خدا خواهد صحت میشوی. مرحمت گذارید. با دقت تازه کن. کارت کلاس. میدانی تو چی اندازه چگتای را دوست میدارم؟ میدونم. بسیار غمگین شده است. میدانی اگر او غمگین شود من هم غمگین میشوم. آقای کنعان باور کنید که نمیدونستم. با برابری آموختنم زود از این تندر دست کشیدم. عذر میپرسم. تنها عذر خواستن کافی نیست. از چگتای هم بخشش پرس. فهمه که وقتم را یافته با او زنگ میزنم. کدام وقته؟ خودی حاضر زنگ زن. خواهش میکنم. آقای اتکین چی حال دارید؟ آقای چغتای از شما عذر میپرسم. دیگر این خطای خود را هرگز تکرار نمیکنم. اتکین جان هیچ گپ نی. در تندر یک چند شرکت اشتراک میکنند. دیگه میدونی یک تاش غالب میشود. برای فهمیدنتون مینت دارم. سلامت باشید. ای بیناموس چه خیلی آدمی نک شده ای. کی بود جانکم؟ هیچ کس نیست جانکم. هیچ کس. فراموش نکن ما بخشش را یک بار میپذیریم. تو حالا جوان هستی. بسیار تندرها در پیشن. با عقل شو تا عمرت دراز شود. من نپراندم. من یاری دادم. نپراندم. من نپراندم. من کجایم؟ سلام علیکم پسرم. خدا شفا دیار. چرا غمگین می نمایی؟ اگر نصیحت کردنی باشد بیهوده خود رو خسته نکنید. من این نیت رو نداشتم پسرم. بدان پسرم همیشه به خدای یکتا تکیه کن و خداوند را همیشه سپاسگزار باش. زیرا خداوند است که هم درد میدهد هم شفا تا ما را بیازماید. من این گفته‌هایش رو میدانم. هم در غم و هم در غصه هم هست. من برای چی شکر گویم؟ من گرفتاری ناحقی شدم. با تهمتی شخصی یاری دادم دچار شدم. در این حیات تنها می باشم. آیا برای همین شکر گویم؟
آروم باش. وای چیزت به زمین افتاده بود. او را در روی میز ماندم. این خاطره از دخترت است؟ نه پسرم، این دنیا دنیای سنجش است. هر کی صبر کرد هم در این دنیا راحت یا هم در آخرت. و جنت و دوزخ را خداوند بیهوده نآفریده است. جنت و دوزخ این همه سفسطه می باشد. برای فریب کردن آدمان میگویند. این را کی گفت؟ امام ها. امام های مسجد هم خوب می شوند و هم بد. بله بله، امام های خوب بیشتر در آمد داره. استاد چه حال دارید؟ سلامتیتان نظر به پیشتر خوبتر شد؟ شکر خدا پسرم، حالم خیلی بهتر شد. احساس میکنم که میمیرم. این درد پیری است و دوا ندارد. استاد ما را ببخشید، جای خالی نداشتیم، از همین سبب شما را در اینجا جای دادیم. هیچ گپ نه پسرم. این کس بسیار انسان نیک می باشد و به امام ها بسیار احترام گذار است. استاد خدا شفا دهد. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر استاد. با من عبرت داد. انسان از زمان آفرینش حضرت آدم صاحب احترام است نزد خدا. تن آدمی شریف است و جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. درست است استاد، درست است. چی شد؟ از کبوتر یگان خبر نآمد؟ аз сабабе ки келасро дар беморхона бистарӣ карданд ӯ корӣ карда натавонист вагарна кабутар корашро мекард. ӯ инсони содиқтарини мо аст. чанд рӯз дар беморхона мемонад, ин ҳоло маълум нест. حالا که در بیمارخانه است او را از همونجا به قبرستان فرستانید. خواهد سردار. саломатиятон хуб аст. пагоҳ шуморо ҷавоб медиҳанд. من خودم رو خوب حس نکرده ایستادم. اگر با دکتر واخورم و بگویم که یک هفته دیگر برای بستری شدنم اجازت میدهد؟ چی یک هفته اجازت؟ شما صحت شدهاید؟ فهمم. در حد اقل 2 یا 3 روز اجازت میداد. برایم نگاه نمیکنم. اگر بار دیگر با آن جهنم وارد شوم، رگ خونگردم رو میبرم. میبینم باز ناامیدی تو را فرا گرفت پسرم. این را بدان که در هر کار خیر نهان است. و من از اون خیر نصیبی نیست. برای من در دوزخ جای هم نیست. خدا تمام دروازه ها رو برایم بسته است. این طور نگو پسرم. خدا برای هیچ بندش در آن نبسته است. انسان خودش به سوی آن درهای گشاده حرکت نمی کند. رحمت خداوند بی پایان است پسرم. این برای من گذرا نیست. خدا ما را فراموش کرده است. فراموش کرد. خدا هیچ بندش را فراموش نمی کند. ما انسان ها آفرینش خود را فراموش کرده ایم. اصلا ناامید مشو پسرم. برای خود یک چند پند اندرزهای خوب را قید کرده بودم. حالا برای تو میخوانم. سینه خردمند صندوق راز عضو و کشاده چهره‌ای وسیله دوستیابی و شکیبایی است. گورستان پوشاننده تمام عیب‌های انسان است و انسانی که از خود راضی است دشمنانش فراوانند. کسی را که نزدیکانش واگذارند او را بیگانه خواهد پذیرفت و نکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. دوستی نو پیدا کن لیکن از دوستانی قدیم رو مگردان. فهمیدی؟ فهمم.
به مقداری آدمان راه است که تو را به خدا نزدیک میکند. چی؟ به مقداری آدمان راه است که تو را به خدا میرساند پسرم. از نام من هم سلام گویید. علیکم سلام. الله بخیر است؟ چرا به بیرون برآمدی؟ کنی به درون درا؟ برای چی؟ شاید دکتر رو جستجو دارم. نه، احوالت خوب می نماید. برادر، به قد و قامت از صدقه آیا تو با دیدت باور نمیکنی؟ من از دکتر پرسیدم سلامتیت نقص شده است. پگاه جواب میدن. کنی رو؟ از همین سبب ناراحت هستم. ای به این هم بیمارخانه به من معقول نیست. تو مرا باشد عصبانی کرده استاده ای. را با تو قدرا دم شو. با من دست نرسان. ای میمون کبرو نشونیدی؟ با شما بار نیموم هیچ با نخورده بودم. من هم با تو بر این زندانی وا نخورده بودم. از شناسایی با تو بسیار شادم. من هم. من میدانم تو یگان انسان را نپرانده ای پسرم. من نپراندم ولی شما از کجا میدونی؟ در خوابت گفتی که من کسی را نپراندم. من در حیات بسیار انسان‌های دروغگوی را دیدم، اما انسان در خوابش هیچگاه دروغ گفته نمیتواند. من رفته طهارت کنم. салом. салом. аз маҳбас як шахсро овардаанд. вай дар каном утоқ бошад? салом алейкум домуло. алейкум ассалом. ошонаи дуюм утоқи 206. ташаккури зиёд. саломат бошед. гӯш мекунам. زیاد این نکیتم را هیچگاه فراموش نمیکنم. میلمد با خود شناسنامه نو میخرید. салом алейкум бобои мулло. алейкум ассалом.
جوانها به ملال ناراحت نشوید. جوانی دخترم محکم کن، محکم. امام رو نیز گناهگار میکنی. خانم چنین چیزها ما را گناهگار نمیکنه. استاد همین طور است، لیکن باید احترام را به جا آورد. همین طور است. جزدانم را برد از یاری دهد. پلیس یاری دهد. جزدانم را بردند. مدتی طولانی گذشت. برای چی در مسجد ما یگان امام تعیین نمیکنند؟ گویا که در مملکت ما امام نیست. من از تو بسیارتر میخواهم که یگان امام تعیین کنند، چون که از پس تو نماز میخوانم و سخت شبهه دارم. ای توبه، اگر شبهه داری از پس من نماز نخوان. پسرم وقت نماز شد، از آن را بگو. پدر از آنگوی مسجدمون هجری است، حالا تورات دارد. پسرم تو چه میگویی؟ تو حافظ قرآن میشوی، رو از آن را ده. مایلش پدر. امام اومد. اکه خلیل امام اومد. السلام علیکم امام جان، خوب هستی؟ سلامتی؟ من فکرم که این دامولا را به مسجد ما فرستادن. السلام علیکم دامولای عزیز، خوش آمده. نوری دیده تاج سر، قدم هایتون بالای دیده امام باشد. دیر باشی ما را انتظار بودیم دامولای عزیز. تنکی باشد، پلیس ها آمدن. آقای پلیس تنکی است. اکه پولهای یک زن را کسی دزدیده است. انا همین خیل دوزهای پدر مرده را گرفته برده در پس پنجره محکم کنید. درست است، درست. استاد امامی مسجد محله ما بوده است؟ میگفتید یک جای می اومده. من از کجا زنم؟ ندانستم. خانم شما دامولا رو میشناسید؟ در آب بخورده. بله. استاد خوش آمدید. خوش باشید. شما هم در اینجا زندگی میکنید؟ بله استاد. ماشاءالله ماشاءالله. اینجا بسیار خوشمنظره بوده است. استاد خوش آمدید. سلامت باشید. با استاد کردار نشد. از کجا آمده استاده؟ تو چی کار داری؟ تو دیگر شوهرش نیستی که به تو حسابات دهد. او زنی ما می باشد، تو بین ما نداره. از کجا آمده استاده؟ تو با کدام رو از او حسابات پرسیده استاده؟ حدت رو دان. سه بار رفتیم دخترم. خانه رو تا بازدید استاد. نصیب باشه. خدا به خبرهای محل همین ها اندامولا. اگر اینها رو شما آدم نکنید هیچ کس آدم کردن نتوانست. بله. مرحمت دامولا. کجا می رویم؟ در آمدن نماز پیشین را بخوانیم.
میرویم. در نبودن شما داملا من امام بودم. خدا ببخشم. بسیار خوب. کودکار قاعده بغدادی سبق دادم. اوه بسیار. داملای محترم مرتبه شما کجا و از ما کجا؟ تا این وقت نمازهای ما قبول شد یا نه خدا بخشد. در چند نماز فراموش کردم تاقی مانم. پدری من هم داملا بود. این کس پسرم آغوز. خدا خواهد حافظ قرآن می شود. انشاءالله مثل بابایش عالم می شود. 4 پاره را ختم کرده است. 6 پاره پدر. 6 پاره. از آنگوی مسجدمان هجری. هجری؟ بله داملا. نام من زیا. داملا زیا بار دیگر خوش آمدید. با گذاشتن قدم مبارکتان خدا خواهد مسجد ما پرشکوه و پر آدم می شود. مرحمت داملا. ممکن است که یک سوال پرسم؟ مرحمت. بابای مولا بعد مردنمان آیا در عذاب قبر شیطان ما را وسوسه میکند؟ هجری بودی؟ همینطور نه پسرم؟ بله بابای مولا. هجری پسرم، آیا بعد مردن در قبر زنده شده نماز میخونی یا یگان کاری خیر میکنی؟ شیطان با مرده ها کاردار نمیشود. رحمت بابای مولا، خدا از شما راضی باشد. صف ها خالی نماند. صف ها خالی نماند. نماز امروزه رو آقای خلیل میخواند. مرحمت. این خیلی نمیشود داملا. برای چی نمیشود؟ هنگام نبودن من آقای خلیل نمیخوندن. داملا آن وقت از ناعلاجی بود. اعتراض قبول کرده نمیشود. مادامی که من امام شما هستم این نماز رو آقای خلیل میخواند. این طور شدنش مقبول است. مرحمت. قامت رو گفته نه؟ الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدا قبول کنه نمازامو رو داشته. خدا از شما راضی باشد بابا. خدا قبول کنه. خدا قبول کنه. سلامت باشه. باشید سلامت. داملا. ها؟ ممکن است یک سوال پرسم؟ هجری پسرم، داملا خسته است. از روز اول ناراحت نکن. من بعد داملا همراه ما هستند. خدا خواهد سوال میدی، آن کس جواب میدیم. حاضر خانه رفته همه یک جای خوراک میخوریم. راضی هستی داملا؟ بله. رفتیم. آیا میدونید که من در چند سال کیلت رو دستگیر نمودم؟ ویلانتی، حیات، آبرو، همه چیزم را از من دزدید. کاری جنایتکار گریختن میباشد و کار من دستگیر نمودن آنهاست. مدیر همینطور نیست؟ بله همینطور. وظیفه شما باشد محکوم هایی که من دستگیر کردم برای گریختنشان مانع شدن است. همینطور نیست؟ سردارم، از گریختن کلاس شما تماما عیبدار نیستید، چون که کلاس از محبس فرار نکرده است.
از قرارگاه هم فرار نکرده است. او از بیمارخانه فرار کرده است کو. در اینجا سر دکتر عیبدار است کو. سر دکتر کیست؟ سردارم. من از کجا میدونم؟ من دکتر نباشم. الحمدلله. بابای مولا یک چیز پرسم؟ پرس. بابای مولا در قطب شمال 6 ماه شب است و 6 ماه روز. در آنجا چگونه ما نماز میخونیم؟ گویا که بلیت داشته باشد و این شب به آنجا میرفته باشد. مسلمان نباید به آنجا رود. برای چی بابای مولا؟ برای اینکه قطب شمال خنک می باشد. ما در کشور گرم زندگی کرده ایستاده ایم. ما در خنکی در آنجا بزودی کسل می شویم. ما نباید کسل شویم. راست میگوید دوملا. مسلمان باید با عقل باشد. عقلش را کار فرماید. البته بابای مولا اگر بین مسلمان ها و قطب شمال جنگ شود و در جنگ آنجا مسلمان ها اسیر رفتند، اون وقت چه خیلی نماز میخونند؟ گوش کن پسرم، آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمی کند. اگر جنگ کند اسیر نمی غلطد. چکت رو بخور. آقای خلیل، خوراک ها بسیار لذت شده است و به جای دعوتتان خیلی منت دارم. آش شود دوملا، آش شود. به من اجازه دهید. کجا دوملا؟ اکای اکرم او را انتظار است. اکرم کیست؟ تا آماده شدن حجرهتان در خانه آن کس میمونه. برای شما یک حجره جدا کرده است. فهمو آقای خلیل، من کمتر کار دارم. کارم رو حل کرده بیایم بعد رمه می شود. میلش دوملا. بابای مولا اجازه دید همراهتان روم. یک چند سوال داشتم به خدا. نه هجرا جان، تو در اینجاییست. من زود می آیم. این دوملا رو هم گریزان کردنی شین. خوش آمده دوستاد. مرحبا. تشکر. شما اینجا کار میکنید؟ بله استاد. خوش آمده دوستاد. با من برخالته لازم است. شما دارید؟ حاضر. استاد این میشود؟ میشود. چند پول؟ نه استاد، آخر شما خودی هستید. تشکر زیاد. تشکر. سیوال قریبا بیرون برو گپ دارم. سیوال با کی گفته ایستادم؟ من با تو یگان گفتنی ندارم. دف شو از اینجا. با من گوش کن. بسیار گپگردانی نکن. آیا نمیشنوی که با تو گفتنی ندارد؟ از اینجا دف شو گفتم. این زنی من میباشد. تو با این چی کار داری؟ من زنی تو نیستم. میفهمی ما جدا شدیم. این رو عقلت نمیگیرد. آقا جان گوش کنید. با زوری کار خوب نمیشود. استاد تو با کاری ما دخالت نکن. دورتر ایست. تو با استاد چطور معامله کرده ایستاده؟ نابکار. دف شو از اینجا. دف شو. مادر خدا جزایت رو دهد. باز کارت رو کردی. و تو میگویم از من بودنت را فراموش نکن. دف شو از اینجا. مادر جون خوب هستی؟ خوبم. گوش کنید. اگر خواهد دکتر جلسه استاد این خانم خودشان دکتر هستن. خانم خوب هستید؟ من پلیس را جیغ زنم؟ نه پلیس ضرورت ندارد. جیغ زده چیکار میکنید؟ این لعنتی رو خدا زند. خدا با شما صبر دهد. خدا حافظ. خدا نگهبان باشد. خدا زند. این چی گپ؟ مادر این چی نمود؟ امام است. دخترم امام نمیداند و تو میدانی. چی میخواه؟ سلام علیکم. به نزد اکای انگین اومدم. او نیست. یک دقیقه خانم استید. مرا علی کبوتر روان کرد. بر وقتر نمیگوی؟ با من در مدت کوتاه شناسنامه لازم است. باید اکای انگین رو پیدا کنم. نیست.
اپا زود نیست گفتن در رو نپوشه. در کجاست؟ در خارج است. کی میآید؟ یگان وقت میآید. زود زود خبر گیرید. مرحمت آبی خونو خره. تقا با من هم یک آب ده. شوکت؟ لبای استاد. چخیل استاد؟ مرا نشناختی؟ کلتکیل است؟ داد نزن. رفتیم در راه همش رو نفهمم. برادر بخشش ما کجا رفته ایستاده ایم؟ شوکت خلاصتان رفته ایستاده ای که سوزشواری نسوزه. کمی چی رو خورده ایستاده ای؟ ای برادر میگویند اسراف حرام است، تو این رو نمیدونی؟ این چی نمود؟ واسطه نقلیات؟ برادر همین قدرش رو بخر بعد گپ زن. ای برادر تو کی ای محبس بر اومدی؟ کی به اینجا اومدی؟ کی دومولو شدی؟ شوکت سفسطه نخون. من از آنجا گریختم. او گریختی؟ داد نزن همه میشنود. شخصی رو که از مرگ خلاص کردم او سرداری مافیا بوده است. میخواهد که مرا کشد. فکر نکن با یادم بیاید عصبی میشوم. گوش کن. تا گرفتن شناسنامه من ایمان میشوم. با برابر گرفتن شناسنامه همونا به خارجه میروم. فهمیدی؟ مرا ندیدی نشنیدی. فهمیدی؟ ها؟ ای برادر چنان گپ میزنی که گویا مرا نمیشناسی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آدمان محله برای ایستادن من خانه یافتند. باید رفتم اونجا را ببینم. تو زود از اینجا برم. یگان مشکلی شد با من زنگ زن. مالش اکن رو. ای دوملو. رو. با سخیش خواهیدن روزه میشکنه؟ دیوانه هستی چی هستی؟ در اینجا سوال دهنده کفایه است. یگان مشکلی شد زنگ زن برادر. رو گم شو. حاجی خلیل بخیر باشد. آقای اکرم خبر دارد برای دیدن جای خوابی داملا آمدیم. فهما قدمتون نوری دیده. مرحمت خوش آمدید. درای داملا. دف شو. نترسید نمیگذارد. این نرست. نه با فکرم موده است. رفتیم با شما جای خانه استقامتی اتم را نشان میدیم. آقای مرا مرحمت بزنید. مرحمت. تا سال گذشته در اینجا یک پاسبان استقامت میکرد. آقای اکرم او را از کار راند و باری دیگر پاسبان نگیرید. خانم چه زیبا است.
مرحمت بابایشان. بخشش. امک جان اینها کیستند؟ ها در مسجد محله یک امام نو آمده است. از پدرم خواهش کردند و پدرم خانه در باغ بوده را به او داد تا آماده شدن خانه استقامتی خودش در اینجا می ایستد. اینجا را به قبرستان تبدیل دادم. بله پدر جان مادرم راست میگویند. این چی گپ است؟ اگر رفیقانم بیاید به اونها چطور اضافه میکنم؟ فروخ من فهمیده ایستادم امام در اینجا چیکار دارد؟ تولین پدرم همین طور شدنش رو میخواهد. من چی کار کنم؟ این کار با من هم پسند نیست. دخترم با کاری کلانها دخالت نکن. رو از پسی کارهایت شو. فروخ اگر دخالت کنیم چی میشه؟ تولین التماس ما هم در اینجا زندگی میکنیم. همین طور نیست؟ این نشست حد جا نکن وزنین شو. چطور وزنین شوم؟ همیشه همین طور است. این مرد کیست؟ امام است. امامی مسجد محله خودمون. در اینجا چی کار دارد؟ امک اکرم به او خانه داده است. در حقیقت بله. استاد اینجا اتاق شماست. هجری کجا رفته ایستادی؟ همون صورت ها رو کنم دوملا. دوملا پاسبانمون مجرد بود. برای همین این رسم رو به دیوال چسبانیده است. بخیر شود پسر. میخوام که ثواب کندن آنها رو بگیرم. سوی ثواب زود ندو. اینطور باشد رفتیم. مرحمت. خوشرو بودشت. مرحمت دوملا. بخشش آیا آن کامپیوتر کار میکند؟ کار میکند. حتی اینترنت نیز دارد. آقای اکرم همه شرایط را مهیا کرده بودند اما پاسبان قدردانی نکرد. یک چند کامره نظارتی هست. او را هنگام دزدی دستگیر نمودیم. استاد گناهش به خودش. بله. مادر جان آیا خبر دارید که در خانه باغ یک امام اومده است؟ در اینجا میخوری؟ بعد در وقت خوراکوری هیچ چیز نمیخوری. چی نقل کرده ایستاده بودی؟ در خانه باغ یک امام اومده است. امام؟ امام در اینجا چی کار دارد؟ من خبر دارم. یک چند وقت در اینجا می ایستاده است. استاد شما استراحت کنید. برای وقت نماز شام باز ما میخوریم. آقای خلیل انشاءالله. بابای ملا من یک چیز رو نفهمیدم با خدا. چرا نفهمیدی؟ با سوال داری؟ بله بابای ملا وقتی شیطان از جنت رانده شد حضرت یادم و مادرمان هوا رو چی طور برای خوردن میوه راضی کنند؟ یعنی چی خیلی وسوسه کرد؟ یعنی با این سوال آقای خلیل جواب میدید. شیطان از جنت نه بلکه از نزد خداوند از مقامی داشته‌اش رانده شد. بله. اکنون فهمیدی؟ فهمیدم بابای ملا. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. دوملا من هم یک چند سوال داشتم. پرسم یا نپرسم؟ بچه ها رفتیم. دوملا رو خسته نکنیم. آقای خلیل جوانها را اگر اجازه دید کمی نزدی من نیستم تا که علم آنها را بسنجم. هر کار میخواید با آنها کردن گیرید. کنی رفتیم. هجری مرحمت. کنی بگوید چطور طهارت باید گرفت؟ نماز چند رکعت است و چطور میخوانم؟ کنی نقل کنید. بسم الله. دوملا یه امری معروف میکرده؟ چی دیم؟ امری معروف یعنی در باره یکان موضوع با ما سبق میداده. سبق خواهش میکنم بابایشون. التماس دوملا جان. موضوع سبق ما
موضوع سبق ما امروز راه‌های به مقداری آدمان راه هست که تو را به خدا نزدیک میکنه. راه‌های دیگری نزدیک شوی به خدا. سیلین من نمیدونم چی کار کنم. نمیخواهم که بابایم غمگین شود. چه خیلی که میدونی بعدی وفات پدر و مادرم تمام حیاتش رو به ما بخشید. موزیق نشویم گفته با یگان کس آیده برپا نکرد. بگو من چی کار کنم؟ این رو میدونم نمیخوای که بابایت زیغ شود، لیکن در مدتی کوتاه چطور میشده باشد؟ چقدر نمیشود؟ به فکرم شوخی کرده ایستاده. میدونی چی؟ او فرصتی با تو شدن رو جستجو دارد. حتی حاضر سببی در اینجا بودنش تو هستی. حاضر؟ با رفتارش این رو نشان داده ایستاده است. زورا وی تو رو دوست می‌دارد. با او خانه دار شو. سیلین تو خودت میدانی که من نسبتی این فکری درست ندارم. دوست نمیدارم او رو. از با چقدر خانه دار شدن با امام محلم و اویله برپا کنم خوبتر است. خیر خودت میدانی. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. مرحمت یک جایش ما میزی دیگر رو بند کرده ایم و شما اشتهایتان تا بازدید. برای تو نیز یک راه است که به خدا میرسی. برای به خدا نزدیک شدن با تو هم راه دیگر است. مثلا برای تو. برای من؟ نه برای تو نه، برای کرتکبو. گوش دارم بابایش. برای به خدا نزدیک شدن تو یک راه هست که از دیگر راه ها فرق میکند. چقدر فرق میکند؟ بسیار فرق میکند. راه های گوناگون وجود دارد برادر. حتی برای میوه فروش، سبزی فروش، قصاب، مأمور، کارگر، صنعتکار، دختر و حتی برای دزدی پدر مرده که زندانی شده است یک راه موجود است. مثلا یک نمونه میارم. فرض کنید که با یک خانه در آمدن میخواهید و چند نمود راه است. راه اولش با کلید احتیاج دارید، فهمو؟ اگر کلید نباشد راه دیگرش این که با درکشو زنگ بزنید. اگر درکشو نیز نباشد با قیچی، سیم، شروب و یگان آهن و باز با کارت بانکی نیز اگر کارتتان باریک باشد و به سوراخی در درآید این هم می شود. اگر شما خواهید باز راه های گوناگون موجود است تا وارد خانه شوید. بیرسمان طریق بالکن می دارید. اگر این بالکن نشود طریق بالکن همسایه می توانی که وارد خانه شوید. اما بدانید که از همه مهمش این است که با همسایه ضرر نرسانی. خلاص مقصد این که همه اون چی رو که من گفتم این معنا دارد. یعنی راه های با خدا نزدیک شدن زیاد است و خدا برای نزدیک شدن به خودش این راه ها رو با ما چیکار کرده است؟ با ما نشان داده است. آفرین. این راه ها را نشان داده است. موضوع امروزه ما همین عزیزان برادر. نصیب در روزهای من بعد چنان امری معروف میکنم که گوشهایتان می جنبد. خدا با همه اتان سلامتی، برکت و آبادی عطا فرماید. آمین آمین. رفتیم. یا بسم الله. هیچ گفت نیست. سلامت باشید داملای عزیز. مرحمت. مرحمت داملا بذارید. بابای مولا با خدا ما رو با این همه برکت شاد کرد. یک جهان نداریم از شما. داملا با امر مرد دلمان شاد شد. استاد پگاه یک طبق خوراک خیر کردنی. مرحمت به خانه بیایید.
سلامت باشید. من کاری ضرور دارم. من باید روم. خوش باشید. مایلش دوملا تا نمازی بوندو بخیر برادرها همه کسی شبی خوش. مایلش شب اکل شبی خوش. مایل رفتیم بچم. خواب نیست. کیلاس باید پیدا کرده شود. در کجای نباشد پیدا کرده شود. فهمیدید؟ بیعقل ها، شخصی دستگیر شده رو از دست دادید. بله. در آخر راه خانه را یافتد توانستی. تا این وقت در کجا بودی؟ حاله این چی گپ است؟ میدونی که در کار میباشم. در ادای وظیفه بودنم رو میدونی. لعنتی کلاس باز گریخت. باز کلاس؟ سحر کلاس؟ بگاه کلاس؟ بس کنم. آیا ما بغیر از کلاس دیگر گپ نداریم؟ حاله التماس جنجال نکن. البته من جنجال کرده ایستادم. من فقط من گناهکار هستم. این کار من است. این طور باشد کارت را بکن. ای خدای توبه. حاله چی کار کردی ایستاده؟ حاله تو چی کار کردی ایستاده ای؟ حاله این چی است؟ لباسهایم رو جمع کرده ایستادم. میروم. چرا لباسات رو جمع میکنی؟ کجا میروی؟ حاله کجا میروی گفتم؟ من میروم. حاله تو باشد با نزدیک کلاست را فهمیدی؟ رو با نزدش. رو. بسیار خوب شد که یک دو قدح نشیدی. به خود آمده. پرداخت رو به تو کناندم. حقت رو حلال کن. در نوبت آینده من پرداخت میکنم. بچکت زن. الو بدهم شکست. بیچر به تو چی شد؟ بدهم شکست. خدا با سوال دیهی سر میشه. باز همان هجری. دتو دخترم اینجا بیا. دتو به اینها نگاه کن. استاد خدا میزند گفته بود لیکن تو باور نکردی. احوالشان رو دیدی. این استاد به مانند دیگر امام ها نیست. پدر حقیقت راست میگویه. بدتر شود بدتر. او خدایا مادر جان آنها رو کسی سخت لط و کوب کرده است. نمیبینید؟ هجری؟ لبای صبح بخیر دوملو. صبح بخیر. 2 ساعت می شود که شما را انتظار است. اینجا هست هجری؟ بابای مولا در نمازی بامداد نامده. اکی خلیل پیش در شد. فکر کردم بیمار شده. برادران همه شما را در خانه آقای اکرم انتظار هستند. زود روید. این طور باشد آنها رو منتظر نمیکنیم. کنی رفتیم هجری. پدر حاجی رفیقی همخدمت من بود. بسیار دوستش می داشتم. خدا رحمت کند. بله. برابر شنیدن احتیاج خانه استقامتی زود راضی شدم. استاد خوش آمدید. اینجا را همچون خانه خود دانید. چقدر که خواهید میتوانید ایستید. و چیزی که احتیاج داشته باشید بگویید. در مدت خیلی کوتاه مهیا میکنیم. اوی اکرم منت دارم. سرمان به آسمان رسید. شما در حقیقت مسلمان. سلامت باشید. اکرم جان با اجازت شما ما میخیزیم. محترم دامولا. لبای
میبخشید شما به حج رفته اید؟ از رویتان نور میبارد. ماشاءالله ماشاءالله. مدام همه در همین جاییم تا قرائت قرآن نکنید برای رفتن اجازت نمیدیم. بار آخر در اینجا در روز وفات پسرم قرآن قرائت کرده بودیم. استاد التماس خواهشی ما را رد نکنید. مرحمت چینید. بله شینید. بله قرائت میکنیم. آقای اکرم، اگر برادر آغوز قرائت نماید بسیار خوب می شود، برای آن که او درسی ختم قرآن گرفته شده است. ماشاءالله ماشاءالله. او قرائت کند و من باشم اگر خطا کند اصلاح میکنم. آفرین. همین طریق شما ثواب 2 کرته میگیرید. مرحمت. سر کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. دخترم با تو چی شد؟ هیچ گپ نیست. آرام شو دخترم. شما بودید فکر کردم. آرام شو. هیچ چیز نشده است. نباید بابا جان، خواهش میکنم. تمام آرام شو. بابا جان. سلیم سخت ترسیدم، بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده است. تا حال از گوشم نمی رود. شوهر کن گفتنهای بابایم. باور کن که تو رو نغز نفهمم. سلین بیچاره ماندم، نمیدونم چی کار کنم. حیرانم. یگان کس رو باید پیدا کنم، اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتونم. نمیدونم. فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه. چی بوده است؟ یعنی یگان کس قبول میکرده باشد. چی قبول میکرده باشم؟ سرین التماس برو گپ زن. باید خورسند شود بس نیست. توی سوخته برکن. سرین نمیدونم آیا میشده باشد. بیا از نزدیک صحبت کنیم. مالش میایم. توی سوخته برپا کن. تنها برای خورسندی باید. زهرا معقول نشد. زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا.